سرزمین ایران در طول تاریخ به دلیل برخورداری از موقعیت خاص و منحصر به فرد خود همواره مورد توجه قدرت‌های جهانی قرار گرفته است. از این رو در برهه‌های زمانی مختلف بخش‌های بسیاری از خاک این سرزمین از حاکمیت ایران جدا شدند. دوران سلطنت قاجار آغازگر و به نوعی رکورددار سنت واگذاری محسوب می‌شود. دوره‌ای که ایران به دلیل عدم برخورداری از حکومت قدرتمند، ضعف پادشاهان و دخالت مستقیم استعمار انگلیس به مرکزی برای رقابت‌های سیاسی و نظامی قدرت‌های خارجی تبدیل شد. جنگ چالدوران نخستین نبرد ایران صفوی با عثمانی بود که در نزدیکی شهر چالدوران در شمال غربی ایران رخ داد. نتیجه این نبرد پیروزی سپاهیان عثمانی بر سپاه صفوی به فرماندهی شاه اسماعیل یکم بود. پس از این جنگ مناطق کردستان ترکیه، کردستان عراق و کردستان سوریه از ایران جدا شد و به دست عثمانی افتاد. منطقه کردستان از سال 612 قبل از میلاد تا قرن 15 پس از میلاد، یعنی چیزی در حدود 2000 سال، بخشی جدا نشدنی ایران بود. عهدنامه ذهاب توافقی است که میان صفویان و امپراتوری عثمانی در سال 1639 میلادی در شهر قصر شیرین امضا شد. این پیماننامه در واقع به جنگی که از سال 1623 آغاز شده بود و همچنین به مبارزات 150 ساله دو کشور که بیشتر بر سر اختلافات ارضی صورت می گرفت پایان داد. عهدنامه ذهاب با شرط پیوستن ایروان در قفقاز جنوبی به ایران و پیوستن تمام سرزمین‌های میان رودان در برگیرنده بغداد به عثمانی انجام گرفت. عهدنامه گلستان پیمانی است که در پی جنگ‌های اول ایران و روسیه در دوره قاجار بین این دو کشور امضا شد. سر گور اوزلی سفیر انگلستان در ایران نقش بسزایی در انعقاد معاهده گلستان داشت. به موجب این قرارداد حاکمیت بر بخش‌هایی از شمال ایران شامل قفقاز، ارمنستان، گرجستان، چچن و اینگوش از ایران سلب شده و به امپراتوری روسیه واگذار شد. در مجموع 14 ولایت قفقازی ایران به تصرف روس‌ها درآمد و حاکمیت ایران بر دریای خزر خدشه‌دار شد. با این عهدنامه منطقه‌ای به وسعت تقریبی 220,000 کیلومتر به روسیه واگذار گردید. سرزمین‌های جدا شده از ایران در این قرارداد امروزه بخشی از ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه هستند. با شروع دوره دوم جنگ‌های ایران و روس و برتری روس‌ها در میدان نبرد، نگرانی انگلیسی‌ها از پیشروی قوای روسی را به دنبال داشت. سرانجام با وساطت سر جان مکدونالد انگلیسی تمهیدات لازم برای انجام مذاکرات صلح در روستای ترکمنچای فراهم شد. بر اساس این قرارداد 3 ایالت دیگر قفقاز یعنی ایروان، نخجوان و بخش‌های دیگری از تالش زیر سلطه روس‌ها قرار گرفت. حاکمیت ایران بر دریای خزر محدودتر شد و مردم ایران ناچار به پذیرش کاپیتولاسیون شدند. این معاهده به جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار پایان داد و دولت روسیه متعهد شد که از پادشاهی ولیعهد وقت عباس میرزا حمایت کند. در سال 1853 میلادی بریتانیا در راه تثبیت سلطه خود حکام منطقه را در کنفرانسی جمع کرد و آنها قراردادی را تحت عنوان صلح دریای جاویدان امضا کردند. به موجب این قرارداد بریتانیایی‌ها اجازه یافتند نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دریایی، بلکه به بهانه حفظ امنیت خلیج فارس در هر حادثه‌ای که در کرانه‌های خلیج فارس اتفاق می‌افتد مداخله کنند. بر اساس این پیمان ایران در اواسط قرن 19 از ادعای خود بر مناطق و سواحل جنوبی خلیج فارس مانند امارات، بحرین و سواحل شرقی عربستان دست برداشت.
انگلیس با تصرف بخش‌هایی از جنوب ایران ناصرالدین شاه را مجبور به قبول قرارداد پاریس کرد. بر طبق این پیمان که در سال 1857 میلادی منعقد شد، نیروهای بریتانیایی از جنوب ایران خارج شدند و ایران از ادعای خود بر هرات و دیگر ممالک افغانستان چشم پوشی کرد. هرات در سال 1863 میلادی به افغانستان ملحق شد و ایران موجودیت کشوری به نام افغانستان را به رسمیت شناخت. انگلیسی‌ها پس از شکست ناپلئون به ناپارت در مقابل روسیه که به احتمال حمله فرانسه به هند پایان میداد، در صدد برآمدند تا با جدا کردن بخش‌هایی از شرق ایران و ایجاد منطقه حائل از حمله احتمالی روسیه به هند نیز در امان باشند. انگلیس پس از جداسازی افغانستان از ایران طبق معاهده پاریس، فردریک گلدسمیت را مأمور تعیین مرزهای خانات بلوچ کرد. گلدسمیت در سال 1871 میلادی مرزهای ایران و بلوچستان انگلیس را از خلیج گواتر تا کوهک تعیین کرد و برای تصویب نهایی به ناصرالدین شاه تسلیم نمود. همکنون بخشی از بلوچستان در خاک افغانستان و بخش بزرگتر در پاکستان واقع شده است. پیمان آخال معاهده‌ای میان امپراتوری روسیه و ایران بود که در سال 1881 میلادی برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن‌نشین دریای کاسپیان بسته شد. این پیمان تأثیر دوگانه‌ای بر ایران داشت. از یک سو ایران تا حدی از یورش ترکمن‌ها رهایی می‌یافت، اما این امر به بهای گران از دست رفتن سرزمین‌هایی به دست آمد که ناصرالدین شاه ادعای پادشاهی بر آنها را داشت. در مجموع حدود 3.5 میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران تجزیه شد که این مقدار در تاریخ جهان بی‌مانند است. هرچند استعمار توانست میان سرزمین‌ها و مرزهای ایران خط سیاسی بکشد، اما هرگز توان برابری با فرهنگ اهورایی ایران زمین را نداشته و نخواهد داشت. چرا که در جای جای این سرزمین‌های جدا شده میتوان رد پای فرهنگ و آیین‌های ایران زمین را یافت. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید.